وای نه 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 وای برو خوش اومدید. آرز یوسفی هستم و خوش اومدید به ویدیو جدید. توی این ویدیو قراره که یک گیم پلی از بازی گرینی داشته باشیم و امیدوارم که از این ویدیو خوشتون بیاد و حتما لایک کامنت سابسکرایب کنم نشو. لینک منم اینجا ویدیو میاد و لایک کامنت سابسکرایب فرام نشو. عشق من اینجا و اینکه تا آخر ویدیو همراه من باش. پیس اوت. لیتس گو. خب بچه از اینجای ویدیو به بعد یه ذره صدای ویدیو خیلی زیاد شد و صدای من یه ذره پایینه و برای همین خاطر یه ذره صدا یه چیزایی داره. پس لایک کامنت سابسکرایب فرام نشو. بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. اگه حمایت های این ویدیو یعنی لایک های این ویدیو به بالای 20 تا برسه، پارت بعدی یعنی گرانی 2 رو توی این کانال یعنی کانال آراز گیمینگ میذارم. پس لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشو. بریم سراغ ویدیو. خب قبل از همه که بخوایم شروع کنیم اینو بکشم و بعد به نظرم اینو بذارم اینجا. حالا بذاریم وسط. خب کیفیت رو بالا ببریم. بعد حد بازی رو بذاریم توی ایزی، چون که واقعا توی ایزی هم سخته و let's go. خب نشه که بذاریم من اینو کوچیک‌تر کنم بهتره. همینو میخواییم و همینو. آره خب get out of there. تو باید از اینجا فرار کنیم. You only have 5 days. تو فقط 5 روز فرصت داری که از این خونه در بری، یعنی فرار بری. All you need is in the house. تو این خونه به چیزایی نیاز داری. And be quiet. و ساکت باش. She hears everything and Granny is crazy. خب این خانومه گرندمای ماست، یعنی مادر بزرگ ماسک و اون مادر بزرگ ماست. واقعا اینجوری مادر بزرگ داشته باشی خیلی خیلی بده و اون همه چی رو میشنوه و میبینه. Good luck. با امید دیدار. خب یه ذره بکنم سخت شد. نوشته که اینجا she hears everything. اون همه چی رو میشنوه و اون مادر بزرگ منه. حالا بریم سراغ بازی یعنی گیم پلی. Let's go. Day 1. روز اول. خب خب من این بازی رو چند باری بازی کردم و اینکه خب این بازی چجوری. بذار اول بریم گاهی میشیم تا ما رو خب پیدا نکرده. خب ببینید این بازی اینطوریه که شما توی این خونه زندانی شدید به وسیله مادر بزرگت و توی 5 روز فرصت داری که از این خونه فرار کنی. صدایی اومد فکر کنم از پشت میاد. برحال خب و 5 روز فرصت داریم که از این خونه فرار کنیم و اینکه به وسایلی هم نیاز داریم که به وسیله با استفاده از اون وسایل ما میتونیم از این خونه فرار کنیم. حالا توی ادامه ویدیو بیشترتر توضیح خواهیم داد و اینکه توی این بازی میتونیم قایم بشیم تا از دست گرندما
راحت بمونیم. پس let's go. خب اول بیاین اینجا رو باز کنیم. نوشته که leave the house، این خونه رو ترک کن. یا پس نه اینجا هم که هیچی نیست. خب ببینید من بچه ها یه چیزی خونده بودم، الان من اون انداختم. الان سعی میکنیم که آها دیدید اگه صدای بشنوه زود میاد، بررسی میکنه و بعد میره. خب خیلی هم ترسناک نیست به نظرم و خیلی هم ماجراجوییه به نظرم. خب رفت اتاق بغلی. خب پس ما باید زود استفاده کنیم. نسکو برو. اینجا هم که هیچی نیست کاریم شد. وای نه قلبم واساد. یعنی فاطمه قرعه لامصب اینجا تل انداخت. ای پدر ساخته. برو. خب اینجا رو باز کنیم هیچی نیست. برو. نه اینجا هیچی نیست. این باز یه تصویر پیدا کردم. خب بچه ها این تصویرها رو فلان وسیله باید یه جایی همه جا جمع کنم و اینکه زودتر بتونم اون وسایل رو پیدا کنم. پس من همین وسایل رو ابوالفضل بودو. نه نیست به نظرم. ماجراجوییه. چرا؟ کی اومدی بالا؟ روز دوری بابا. هیچ صدایی میاد ولی نمیدونم چیه، ولی در من بسته است. اتاق من درش بسته است. خب بریم که روز دوم رو دیگه بهتره کنیم. این بچه خیلی سخت رو هنوز من گذاشتم توی ایزیش و بریم. خدا برمون کمک کنه. لیتس گو. ای ما چرا چلاخ شدیم؟ اینطور میریم. خب بچه الان پدر سوخته داره میاد و ما هرچه زود سر بدو و فرار کنیم. ای پدر سوخته. خب برو هیچی نیست. آره یواش ببینی سر و صدا نباید باشه، همونطور که عرض کردم خدمت شما عزیزان. تله میندازه اینجاست. برو دیگه. بلش کن بابا. بذار بریم بالا. برو اومدی؟ برو بالا. یا ابوالفضل چیه؟ چرا اینجوری میشه؟ بیا نمیمد پدر سوخته. چرا نمیمد؟ تله میندازی؟ من صدای که بالا ببرم.
الان باسه. ببینید بچه ها، همونجور که من توی یوتیوب ویدیوشو داشتم، اول فرقی تله ننداز. الان 24 تا تله اینجوری پشت سرم اینجا باسه. خب همونجور که توی ویدیو یوتیوب این بازی داشتم گیمپلیشو نگاه میکردم، یه تفنگ شوکرایی هست که با استفاده از اون میتونیم اون رو بکشیم یا بکشیمش. حالا باید پیداش کنیم دیگه. خب I see you. من تو رو دیدم، من تو رو پشت بام ندیدم آخه دیدم تز دور که ناگولا ابوالفضل. آی نه وای ای برو چرا من چیکار کنم؟ این بازی کی ساخته؟ اما خیلی قشنگه. برو کجایی؟ خب وقتی که یه تله میندازم میترسون این یه دری تو باز میکنه، من نمیدونم کدوم در رو باز میکنه. ما که از چرا ما هر بار میبینیم اینطوری میشیم چی میزنیم 100% اینجاست 100% اینجاست، یعنی این اتاق بغلیه. برو جون امت. برو آفرین، برو عمو برو دیگه بابا پهشن. همین استرس گرفتم علی هم میمیره. برو دیگه برو ای دیدم خب اینجا هم یه چیز میتونیم داشته باشه، نمیتونیم بیاد دیگه. ابوالفضل خیلی سخته. زهر مار چرا میخندی آخه؟ از پشت این صدا عجیب میشه لحظه.
نمیدونم یه صداهای عجیب غریبی میاد از پشتم رو نمیدونم شاید از بازیه نمیدونم برو خب پاشو خب بذاری وای بکنه فقط اینه دیگه کسی دیگه نیست اما بیا بقیه بکشم ببینیم یه چیزی کنیم برو من زیاد چکار میکنم این چیزی من نکشه بکنم نمیکنم گوش نمیتونم بازی کنم خیلی سخته چرا نیستم برو دهمش نیار اینجا این دیگه چیه نیاری پدر سوخته چون جریان اهرمه چیه واقعیتش توی کامنت ها بهم بگید یه وسایل خدا شکر پیدا کردیم آچور به دردم باشه خب بیاین یه کاری بکنیم اینو بندازیم اینجا بیاد اونجا خب وقتی که اومد اونجا ما از این فرصت استفاده کنیم به چیزای بچه ها فکر کردم این زنی که میبینید اینجا باشده حالا یه ذره من وارد هستم توی این بازی چون خیلی بازیش کردم اینجا یه علامت داشت برو اینجا یه عروسکه بعد هندل واسه کجا بود Do you want to play hide and seek? میخوای با هم بازی کنیم؟ نه متاسفم چون حوصله بازی با مای گرند ما رو ندارم متاسفم خب اینجا چیزی هست این بچه چرا اینجوری صحبت میکنن اینجوری صحبت میکنن که خب بذار من اینو بندازم اینجا این میشه شارژمون داره تموم میشه برو ای بابا خیلی گرمه صحبت انداختن اون صداه زحمات زالا زودتاش برو بسیاری انتخاب کنم
چیز مالایشون چی؟ اسپیشل کی؟ چیه مهم؟ اینجا میرسه به حیات گرانی. آها هندل واسه اینجا بود. آره برو خوب دارم بازی میکنم و انصاف پارت آف شات. آها بچه دیدین یه باید اسلحه پارت از اسلحه ها رو باید پیدا کنیم باید ترکیبش کنیم و یه شاتگان درست بشه و این شاتگانه تیر هم داره که باید تیراش هم پیدا کنیم و یه احساس میکنیم اینجا چیزی هست نمیدونم چی ولی رو بدش. بعد شاتگان که درست کردیم میتونیم با استفاده از گرانی رو بزنیم و اینکه وقتی که گرانی رو بزنیم میتونیم یه 2-3 دقیقه راحت دووم بیاریم و بدون گرانی ما 3-4 دقیقه راحت بازی کنیم. خب حالا بریم هندله رو بیاریم چون هندل واسه اینجاست. نباشه که اینجا نیست. کجا که نیستی آقای خانم گرندما اینجایی؟ اگه اینجایی بگو آراز اول نه. خب اون بالاست باید چیکار کنیم؟ هندلم کجا بود؟ این گناه رو باید برم بودو بیا بودو که دنبال تو هستم از آن که بخواهم که نخواهم در دلت. خب اینو بزن اینجا. شو آخ من مگه مریضم اولین ویدیو رو میخوام ترسناک ببینم آخه قلبم داره نیست بازم خیلی سخته ها خیلی سخته. آی یه در مغزم فوت میکشه اینجا چی؟ ریموت کنترل؟ آها ریموت کنترل چرا میخوایم بترسون آخه این ریموت کنترله بچه آها بچه اینجا میدونید چیه ویپن I need a ویپن کیت ویسپن کی میخواد که اونجا اسلحه هم هست و هم چیز اون چیزای شاتگان هم هست. خب بیا اینجا آیه گرانی کجاستیم بره بالا دیگه برو خیلی سخت رفت آره
فهمید مگه اون نرفت؟ ای بابا. آها پس دیگه داره خیلی جذاب میشه. میسز گرانی. خب حالا جرأت داری بیا جلو. اگر جرأت بداری یا اول فاز نه غلط کردم نه یا امو نه امو بچه از بالا نه از بالا نه ندید من نمیبینم خدا رو شکر. برو بالا برو بالا برو سلطی ندارم سلطو این صدای عجیب گریب سپارک پلاگ شمعه چی؟ نمیدونم این شمعه برای ماشینه دیگه نمیدونم مثل کجای ماشینه که برای ماشینه. خب از اینجا برو ماشینه کجاست هستم ماشینه از این پایین میتونیم. آها اینجا هم به باتری هست. خب شمعو باید کجا بذاریم؟ شمع اینجاست 100%. خب نه اینجا نیست. فاش نه اومد اینجا. شمع رو باید خب بچه ها توی ویدیویی که داشتم نگاه میکردم اینجا میبینید اینجا وقتی که یه وسیله‌ای باید برداریم که بذاریم بچه اینا هم تیرو هستن با و اینا یه شاتگان نقشه شاتگانی که باید پارت نمیدونم دیگه پشتم چی هست حالا بلش پارت باید شاتگان ها رو بیاریم اینجا بذاریم. بعد خب اینجا رو باز کنیم. خب اینو بنداز اینجا برو اینجا در اینجا رو ببند. وقتی که اومد زود الفرار بیا که باید کار دارم میسز گرانی. آفرین بیا آفرین بهت افتخار میکنه. چشاشو برو داخل برو چرا نرفت داخل؟ آقا تا بسته دا بیا نمیاد حالا بلش کنم بذاری آن بزنیم اگه بیاد اینجا برو زود باش. اگه اومد اونجا زود باید زود بیا که در رو ببندم روش فرار کنم. بیا دیگه اومد که بیاد چه سریع میاد. الان گذاشتیم ایزی چشاشو زود در رو ببندم اینم بنداز جون تالی دارم میکنم. چطوری؟
قیافه شو. برو اونو بذار آفا بزنیم. خب خداحافظ دیگه. اگه کاریم چیزی نداریم و رفع زمت کنیم. آها ببین در بسته است. آره مگه در بسته نبود؟ من در رو بستم دیگه. The last day بابا. یعنی چی؟ من در رو بستم. در بسته شد. تو چجوری بازش کردی؟ برش کن حالا استاد یوسفی میاد تو بازی. به پاکه نبازی منو نو. این آهنگنج استرس واری میدی. نه 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 وای چرا دسته نرفت؟ احتمال شد اینجا کجا؟ اینجا طبقه بالاست. یا اول فصل میخواد چیکار کنه؟ نه این دیگه چیه؟ خب بچه ممنونم که تا آخر ویدیو همراه من بودید و عروسکیشون برو و ممنونم که تا آخر این ویدیو همراه من بودید و اگه دوست داشتید توی کامنت ها بهم بنویسید که پارت بعدی گرانی 2 رو بذارم. حتما توی کامنت ها بنویسید و لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه. عشق کنید دیگه.